در مسکو پارسال کسل شدم. در کلباس نسیخ کار کردم. کسل شدم. اول پایان ورم کردند. بعد ویسا درونم درد کرد. دل بیوزیری شد، دلتنگی شد، کم نوری شد. چشمانم دا ندیدم یگان چرا. ویسا با کسل شدم. رفتیم بلنیتس دیدن. یک دو هفته این خیلی بلنیتس رفتیم. 16 روز بلنیتس خواب بودم اونجا دا. گفتن اینجا دا تو تبابت نمیشی، سیرانو فقط شده. ای تو گرده و حالش کردن در کان. پرستاد که قضا فقط. بعد گفتن لوچی برو خانه دا. با بلیت گرفتیم آمدیم شب همین دوشنبه دا. رفتیم چی دا؟ قربالو دا. 15 روز خواب بودم اونجا. با برآمدم رفتم خانه دا یک بار. 8 روز خانه دا موندم. با آمدم دوشنبه دا. بعد یک ماهی هر ماه در قربالو دا خواب بودم. 6م کورپوس دا. خیلی اولش سوز بود. بعد دیگر نشد. خیلی خواب کردم. 1 سال خواب کردم اونجا. نشد. با نزدیکی حضور 25 اپریل بود. شب کسل شدم ساعت نیم 1. مرا گرفتم بردن مدگردو کدن. بعد دیگر نمیفهمم. شب اونجا به خود نبودم. چی خیل کردن چی کردن. اما چی کردن یک بار بیدار شدم اونجا بل نیستم. با افروز اونجا خواب بودم. انا نو اومدم ای بل نیست. درباره کسلی من میگوین خیلی چه کردن. طبابت نقص کردند. میگن فقط پوچکار چه کردن در کن. من درد فسپالین دارند. ارد کرده. کار نمیکنن گرده هایم. گفتن تیزتر چه کنه که اشتباه دیر نمون. امکانیت ندارم. انا 1 سال بل نیستم. کار نمیکنم. اویله دارستم. زن دارم. فرزندان 3 تا کودک دارم. یک تا پسر چه‌تا تا دختر چه. خواهش میکنم که شهروندان سخاوتمند تاجیکستان خواهش میکنم که یگان کمک یگان چه شود که من هم این حالت چه راه یابم ده. از بیماری فرزند چنان چه استم کی خواطر استم کی من 1 سال در بیمارخانه طبابت گرفته است و یگان چه نشد نتیجه نشد. یگان جا مراجعت نکردیم. فقط با مهنت علول خود همین 1 سال علیچینه گرفتگی طبابت گرفتگی. من از تمام شهروندان تاجیکستان، از پرزیدنت تاجیکستان، از وزارت تندرستی، از شهروندان تمام تاجیکستان است. من خواهش دارم که فرزندم کمک رسونند. من همین بیماری این چه از این بیماری خلاص یابد.